سلام عزیزای دلم، چطورین؟ حالتون چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم که خسته نباشید. امیدوارم که روزای خوبی رو در حال سپری کردن باشید. با توجه به درخواستایی که دوستان از داخل ایران داشتن مبنی بر اینی که هزینه‌های ثبت شرکت، نحوه اقامت گرفتن، مدل‌های اقامتی، هزینه‌های زندگی و اطلاعاتی از این قبیل رو بیشتر داخل چنل بذاریم تا اونایی که دوست دارن برای ثبت شرکت یا اقامت یا زندگی یا حتی مهاجرت اقدام بکنن بتونن از سردرگمی در بیان و اطلاعات خوبی رو به دست بیارن. ما یک سری کلیپ ها آماده کردیم و توی هفته آینده قراره به صورت روزانه و پارت به پارت اطلاعات جامع و راجع به نحوه مهاجرت، راجع به اینی که من خودم چجوری مهاجرت کردم، هزینه های مهاجرت، هزینه های زندگی، ثبت شرکت، گریدبندی شرکت و هر آن اطلاعاتی که شما نیاز دارید بابت عمان رو بهتون ارائه بدیم. پس این کلیپ رو برای دوستانتون که قصد مهاجرت به عمان دارن بفرستید تا چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنن و از هفته آینده به صورت پارت به پارت راجع به تمامی اطلاعاتی که نیاز دارید صحبت میکنیم و امیدوارم که نتیجه و فیدبک خوبی بگیرید. پس منتظر هفته آینده باشید. درود.